مرد زن دوست می داشت، مرد زن دوست می داشت. زن سفر برآمد، مرد به خاطر زن برآمد. وقتی رفتن شب کاروان دم گرفت در یک مکان، همه خواب کرد. مرد پیش زن آمد، گفت که زنک من تو را دوست می‌دارم، قدیم زنا بکن. گفت برای کاروان نظر بکن، مردم ها خواب هستن یا بیدار. رفت دوان خرسندی را کاروان نگاه کرد، همه خواب. گفت بالاش خبر بگی، بالاش خبر آمد. گفت همه خواب هستن. گفت همه خواب برای خواب هستن. زنک با استاد گفت که برادر خوب تماشا کردی همه خوابن؟ گفت برای همه خوابن. گفت من تو را میپرسم که الله هم خواب است؟ مرد شاخ شد، گفت الله خواب نمیکند. لا تأخذه سینة ولا نوم. الله ذات است که او را پینک نمیگیره، الله ذات است که او را خواب نمیگیره. گفت خوابش نگیره، ما چقدر در پیش الله گناه میکنیم. تو از خدا نمیترسی؟ شرم نمیداری؟ مرد توبه کرد، گفت خداوندا من پگه چیکار میکنم؟ به این چشما چه خیل الله را نظر بکنم، به این چشما چه خیل من رسول الله را نظر بکنم. ای مردم باش بیاید، چرا امروز ما اینقدر بیناموسیم؟ چرا غمی فرزندامون نمیخوریم؟ چرا غمی دخترامون نمیخوریم؟ ما پدرای دروغگوی هستیم، مادران خیانتکار هستیم. در روز قیامت دختر وقتی خدا نمیپرسه که کنی فلانی دختر چرا نماز نخوندی؟ دختر چی میگفت است؟ خداوندا چرا مرا مادری مسلمان ندادی؟ مرا به سطر میکرد، مرا کوچگر نمیکرد، دروغ نمیخرید. همین مردمی که در اینجا حضور دارن دختراشون خودتان یوبکه میخرید، خودتان بروک میخرید، پول میتید در زناتون. من نمیدون امروز ما با کدام لفظی باشه میفهمونم، لکن امروز مردی تاجیک درونش پر است فسق و فجور شده است، عقیده کفری شده است. قرآن میگه که در شپریز اندا او کال بزن که همین قرآن قبول کنه، درست بود رویا ریاکس میته قبول نمیکنه قرآن. چرا؟ درست پر از محبت لیلی نه، درست پر از محبت استالی نه، دیگه او کال نمیده رویا، تغییر نمیابه. این همین جوزیشتگی ها برادر، زن تا سرش پوشون، دختر تا پوشون. خیلی میگی ملا گفته با هم رفتار نمیدونم که من چخل اگر خیلی خوشا به حال کسی که به ناموس باشه زنش بعدی فهمیدن برای که زن اگاخی تو ما را خیلی خدا بودر رومال بکش، پیشی برت محکم بکن، گوشپاره تیلات برای ما زینت بکن. دختر تو بگو دختر جان تو گوشپاره اندا پگه شوهر میکنی، قدی شوهر در پیش شوهر زینت بکن. او نمیکنین برادر ارجمند. ما حاضر همین اگر نمی اومدم همین توی صاحب توی خفه میشه که ملاها ناپیسش ده. او من شما را چی کار بکنم گپی مرا نگیرید؟ شما دروغگو شدید. اگر یک عروسی کافر شما رو بگوید که تو برادر تو از یاش هستی پیسه برآمدی بعد نماز میخونی گپی امو رو میگیری، من برای تو میگم خالق گفت است که برادر تو رو شیطان فریب ندید. تو آرزوی بسیار داری که خانه دیتجا بسازم، من مکسیمه بگیرم، جیب بگیرم، خانه قبرستان اندازم. میگم برادر تو قبر فراموش کردی، قبرستانم یوریمونش فراموش کردی. تو برای خانه یوریمون ای دوبه استا میاری، برای قبرستانت استا نداری. میگم برادر جوانی عزیز میموری یک روز بینما در پیش جواب میگه خیلی ملا میگه چیکار کنم برای تو؟ دیگه همین کارو بوده که بکنی، چیکار میکنی بکنی، گپ نگیری. یک کسی که وقتی دوست داشتی فریاد کردی و گپش باید بگیری، گپش که نگیری چرا فریاد میکنی اون؟ چرا یک ساعت بیکار؟ من چند کس درس میگفتم، چند کس صحبت میکردم مخلص قدی و تو مرا که فریاد کردی گپ بگیر، من قدی صحبت بکنم نگیری من تو چیکار بکنم؟ بنابراین جوانان عزیز بعد شنیدن زن تا به سطر بکو، دختر تا به سطر بکو، همسایه تا به سوی مسجد دعوت بکن. همسایت بگو برادر تو مسلمان هستی، چرا در خانه ما را یهودی تق میکنه؟ چرا حزب تحریر کافری در بدر خانه میگرده؟ چرا ما مسلمان ها همسایه ما به سوی مسجد دعوت نکنیم؟ چرا نمیکنیم؟ برای که بی‌ناموس هستیم، ما یکدیگر را دوست نمیداریم، در غمخوار یکدیگر نیستیم، از خدا نمیترسیم، غمخوار شریعت نیستیم. وقتی که ترس در دل ما باشه شبا خواب نمیبرد، خدا را حاضر نمیدونیم.